این روزا هممون به خاطر اینستا، تیک تاک، یوتیوب و هر فضای مجازی که ویدیوهای کوتاه برامون نشون میده تمرکزمون کم شده. برای همین وقتی که خیلی نیازه که یه کاری رو انجام بدیم و تمرکز نداریم، خیلی خوبه که یه نیم ساعت قبل از اینکه کار رو شروع کنیم از فضای مجازی کلاً دور بشیم یا 5 دقیقه تو سکوت بشینیم، بذاریم کم کم این خستگی، این بیکاریه باعث بشه که بریم سمت اون کاری که می‌خواستیم انجام بدیم. یه کار جالب دیگه اینه که فکر کنیم میخوایم این چیزی که داریم یاد میگیریم رو به بقیه یاد بدیم و باعث میشه که تمرکزمون رو اون کاره یه مقدار بیشتر بشه. واقعا همین کارو بکنیم و یعنی گول زدن اولیه نباشه. واقعا بعدش بیایم یه وایس اینجوری بگیریم، یه ویدیو بگیریم از خودمون یا اصلا به دیوار توضیح بدیم قضیه رو. قبل از اینکه اون کارو شروع کنیم، اینکه چرا میخوایم اون کار انجام بدیم هم بد نیست پیدا کنیم. ببینیم چرا اصلا میخواستیم کار انجام بدیم و سعی کنیم اون کاری که میخوایم انجام بدیم و انقدر براش علاقه اون چراییه رو گنده کنیم که هویتمون بشه. من اگه قراره فلان موسیقی رو تمرین کنم یادم باشه من به خودم بگم من موزیسینم اصلا. یا اگه قراره درس بخونیم بگیم مثلا من قراره شاگرد اول بشم، مثلا کلا مطالب علمی برام جذابه. و بگیم هر بار که اون کار رو درست انجام بدیم به خودمون امتیازم بدیم. مثلا بگیم که در ازای این که فلان کار رو این 10 دقیقه که مثلا به زور داریم میشینیم سر کار نشستی، در ازاش شکلات جایزه به خودت بده. و اینکه یهو نیایم بگیم من 10 ساعت میخوام کار انجام بدم، من فقط همین یه صفحه رو بخونم، من همین یه دونه کد رو بنویسم کافیه برام، بیشتر از این نمیخوام. و یه بچسبونیمش به کارهای روزانمون. مثلا من بعد از پیاده رویم میام کدمو میزنم، من بعد از اینکه نهار خوردم میشم تمرین سازمو انجام میدم. یا مثلا من قهوه‌مو همیشه وقتی میخورم که دارم فلان کتابمو میخونم. بچسبونیم به عادتهای خوب و عادتهای ثابت که بتونیم انجامش بدیم.